در 2 روز اخیر اردوگاه پناهجویان در شرق حلب چندین مراتب از دست به دست آشوبگران و نظامیان سوریگی گذشت. روز یکشنبه با کمک نیروهای هوایی روسیه نظامیان سوریه دیگرباره نظارت را بالای آنها زیر دست گرفتند. بعد آنکه آتشبس یک هفتگی با میانروی روسیه و ایالات متحده آمریکا به پایان رسید، نظامیان بشار اسد به هجوم حلب گذاشتند که آنجا 250,000 مردم بومی باقی مانده است. بر پایه معلومات سازمان سوریگی حقوق بشر مستقر در لندن، در حلب 45 نفر کشته شد که از آنها 10 نفرش کودکانند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون گفت شدت گرفتن نزاع او را به دهشت آورده است. امریکا، بریتانیا و فرانسه برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را پیشنهاد کردند. نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد سامانتا پاور عمل روسیه در سوریه را وحشیانیت نامید و مسکو را در سوء استفاده از حق وتو در سازمان ملل متحد متهم کرد. در نوبت خود نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین امریکا را به آن ادعا کرد که قدرت تاثیرگذاری به آشوبگران تحت حمایتش را ندارد و در چنین وضعیت رسیدن به صلح در سوریه قریب غیر امکان شده است. همزمان آشوبگران سوریگی گفتند که همه گونه مذاکرات را تا دمی آنکه روسیه به بمباران خاتمه ندهد بی معنی می‌دانند. زیر این اظهارات 30 گروه امضا گذاشت.